An old lady went out shopping last Tuesday. یک خانم پیر سه‌شنبه گذشته برای خرید بیرون رفت. And میشه یک، old میشه پیر، lady میشه خانوم، went out میشه بیرون رفت، shopping میشه خرید کردن، last Tuesday سه‌شنبه گذشته. چرا ما اینجا گفتیم an old؟ به خاطر اینکه old با حرف صدادار شروع شده. از ان استفاده کردیم نه ای. و قید زمان همیشه آخر جمله میاد که اینجا گفته last Tuesday. She came to a bank and saw a car near the door. او به یک بانک رسید و یک ماشین را نزدیک در دید. Came to میشه رسید به. گذشته فعل کام هست و بانک میشه بانک، سا میشه دید و گذشته فعل سی هست. کار میشه ماشین، نیر میشه نزدیک، دور میشه در. A man got out of it and went into the bank. یک مرد از ماشین بیرون آمد و وارد بانک شد. Got out of میشه بیرون آمد. Went into میشه وارد شد به. She looked into the car. او داخل ماشین را نگاه کرد. Looked میشه نگاه کرد و گذشته فعل look هست. into میشه به داخل، کار میشه ماشین. The keys were in the lock. لاک میشه قفل، کی میشه کلید که اس جمع آورده میشه کلیدها. where میشه بودند. The old lady took the keys and followed the man into the bank. آن خانم پیر کلیدها را برداشت و مرد را دنبال کرد و وارد بانک شد. توک میشه برداشت، followed میشه دنبال کرد، into میشه به داخل و بانک میشه بانک و take گذشته فعل توک است. The man took a gun out of his pocket and said to the clerk. آن مرد یک اسلحه را از جیبش بیرون آورد و به کارمند بانک گفت. توک که گفتیم میشه برداشت، گان میشه اسلحه، out of میشه از داخل، his pocket میشه جیبش، said میشه گفت و to the clerk میشه به کارمند بانک یا همون متصدی باجه و say گذشته فعل said هست و بچه ها نخونید said، بخونید said و اون آی سایلنت یعنی نمیخونیمش. Give me all the money. همه پول ها را به من بده. Give میشه بده، all میشه همه، money میشه پول. But the old lady did not see this. اما پیرزن این را ندید. But میشه اما، old میشه پیر، lady میشه خانم یا زن، did not اینجا میشه ندید، see میشه دیدن. She went to the man. او به سمت مرد رفت. went میشه رفت. Put the keys in his hand and said. کلیدها را در دستش گذاشت و گفت. put میشه گذاشت. keys میشه کلیدها، اس جمع گرفته. hand میشه دست. Young man, you're stupid. مرد جوان تو احمقی. young میشه جوان، man میشه مرد، stupid میشه احمق یا نادان. Never leave your keys in your car. هیچ وقت کلیدهایت را داخل ماشین نذار. Never میشه هیچ وقت، leave میشه ترک کردن، keys میشه کلیدها، in میشه داخل، your car میشه ماشینت. Someone's going to steal it. یکی ممکنه اونو بدزده. steal میشه دزدیدن یا حالا سرقت کردن. The man looked at the old woman for a few seconds. مرد برای چند ثانیه به پیرزن نگاه کرد. Looked at میشه نگاه کرد به. The old woman پیرزن. For به مدت. A few seconds چند ثانیه. Then he looked at the clerk. بعد به کارمند نگاه کرد. Then میشه سپس. Clerk میشه کارمند بانک. And then he took his keys. و بعد کلیدهایش را برداشت. took میشه برداشت. Ran out of the bank. از بانک بیرون دوید.
ran میشه دوید. out of میشه بیرون. got into his car and drove away quickly without any money. داخل ماشینش رفت و سریع دور شد بدون هیچ پولی. got into میشه وارد شد. his میشه مال او. کار میشه ماشین. drove away میشه با ماشین رفت. quickly میشه سریع. without میشه بدونه. any money میشه هیچ پولی. امیدوارم که از این داستان شیرین لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. منتظر ویدیو جدید بعدی هم باش.